طی روزهای اخیر قرغیزها عملهای زشت و ماجراانگیز را با خریطه‌های دوران شوروی ترتیب داده علاقمند می‌کنند که این اساسی واقعی ندارد و تا جایی که می‌دانم آن خریطه‌ها چون معلوماتنامه بمهر ارزشی حقوقی ندارند و برای همچون دلیل برای حل نمودن بحث‌های سرحدی استفاده شده نمی‌توانند و باوری دارم با جلب اهل زیا و کارشناسان این قضیه و این مسئله راه حل خود را می‌یابد. فکر می‌کنم که در برانگیختن این مسئله و این قضیه دست سوم نیز قوی میباشد و ایجاد تفریقه و نزاع بین این دو کشوری دوست و برادر بدتر از قتل و کشتار است. و اگر از تاریخ سخن بگوییم، مرکز اتحادی سیاسی قرغیزها در عصرهای 9 و 10 این وادی‌های ارومچی و شمال طرفان به حساب می رود که این از آن منطقه‌ای که امروز قرغیزها در آن حکومت برپا کردند خیلی دور می باشد. یعنی چون ما از تاریخ آگاهی داریم، گفته می توانیم که آن منطقه‌ای که امروز دولت‌ها حکومت خود و دولت خود را تأسیس دادند زمان مال ما زمان مال تاجیکان بود.